سلام دوستان. نمیپرسم چطورین چون حدس میزنم که چطورین با توجه به تمام این چیزایی که همه ایرانیا در سر دنیا پشت سر گذاشتن، تجربیاتی که تو این مدت داشتیم، میتونم حدس بزنم حال هممون چجوریه. امروز میخوام تجربیاتم از ابزارهایی که توی پی‌اچ‌دیم استفاده کردم، تجربیاتمو باتون به اشتراک بذارم. شاید بتونه کمکی باشه به کسایی که میخوان اپلای کنن یا توی دوران مستر یا پی‌اچ‌دی شون هستن و یا هر کسی که یه جورایی با نوشتن انگلیسی در واقع در کشمکشه، دوستایی که میخوان مقاله بنویسن. این ابزاری که میخوام بهتون معرفی کنم به من خیلی کمک کرد. امیدوارم که با معرفیشون به شما تو این راه بتونه به شما هم کمک کنه. یه سری از این ابزاری که میخوام بهتون امروز معرفی کنم رایگان هستن. یه سریشون هم خود دانشگاه ها، اگر حالا دانشجو هستید یا میخواین اپلای کنید برای بدنتون، یه سریشون دانشگاه براتون به صورت رایگان فراهم میکنه. من خودم حقیقتا این مقدار طول کشید تا به این موضوع پی ببرم، به خاطر همین گفتم این ویدیو رو بگیرم، شاید بتونه به بقیه کمک کنه که حداقل زودتر متوجه این قضایا و اپلیکیشن های رایگانی که دانشگاه ها برای دانشجوهاشون فراهم میکنه در واقع بتونن استفاده کنن. اصلا مطمئن نیستم که جمله‌مو چجوری شروع کردم، امیدوارم که درست باشه. خب فکر می‌کنم بهتره که پشت سیستم بهتون نشون بدم که این ابزارا چی ان و چطوری میتونید ازشون استفاده کنین، که خب فکر می‌کنم که اینجوری یه کمی راحت تر باشه برای شما که مثلا متوجه بشید کار باهاش چطوریه. پس لطفاً با من همراه باشید. اولین ابزاری که میخوام بهتون معرفی کنم گرامرلی هست. میدونم همتون میشناسین این ابزار رو، ولی عجله نکن. یه سری نکته رو راجبش بهتون میگم که خیلی به دردتون میخوره. یکی از ابزارهاییه که 99% دانشگاه‌ها نسخه ادوانس یا پرمیومشون رو به دانشجوهاشون میدن. همونطور که نشون دادم گرامرلی رو تو گوگل سرچ کردم و با اکانت گوگلم واردش شدم. یه چیزی که به همتون توصیه میکنم این هست که اکستنشن این اپلیکیشن رو حتما به براوزرتون اضافه کنید. بعدا نشون میدم کجا این به دردتون میخوره. براوزر اکستنشن رو زدم، اد تو کروم و اد اکستنشن. حالا برگردین به صفحه گوگل و دوباره سایت گرامرلی رو باز کنید. وقتی بازش کردین یه صفحه اینجوری براتون باز میشه که میزنید روی نیو داک. البته همطور که دیدین میتونید فایلتون هم همینجا آپلود کنید. بعد گرامرلی رو که میبینید این نسخه رایگانش هست که من الان باز کردم. بعداً اون نسخه دانشگاه هم بهتون نشون میدم. این متن رو اینجا کپی کردم و همطور که میبینین یه سری ایرادها متن داره که به من نشون میده. این ابزار مخصوصا برای کاما و چیزای اینجوری خیلی به من کمک کرد تو پروسه نوشتن پایان نامم. گرامرلی یه بخش AI دیتکت هم داره که متاسفانه روی نسخه رایگانش کار نمیکنه. و خب این هر روز واقعا داره قوی تر میشه این AI دیتکتش. من حالا با اکانت دانشگاه هم ساین کردم که قابلیت های پرمیومش هم بهتون نشون بدم. من یه سری اطلاعات از قبل دارم، یکشون انتخاب میکنم، باز میکنم. همطور که بالا سمت راست میبینین یه سری ساجستشن ها یا پیشنهادات رو بهتون میده که دسته‌بندی های مختلفی هم داره. اگه قرمز باشه اون یعنی غلط هست اساساً و باید درستش کنین.
اون قسمت آبی بهتون پیشنهاد میده که چطوری جملتون رو واضح‌تر و روشن‌تر بیان کنین. مثلا هم پیشنهادی که الان به من داده و گفته اگه به جای جمله مجهول از جمله معلوم استفاده کنی بهتر میتونی منظورتو برسونی. اون قسمت AI Detect هم برای این نسخه فعال هست. این متن رو که بزنم برای AI Detect همونجوری که میبینین یه سری قسمتاش هست که زیرش خط آبی کشیده. اینا رو AI نوشته. یه قسمت هم هست که هم خودش آبیه هم زیرش خط آبی کشیده که اون Match External Source هست که میگه دقیقاً این متن کپی و پیست شده. دومین ابزار جمنای هست که برای نسخه پرمیومش فقط کافیه با ایمیل دانشگاهتون لاگین کنین. همین. ولی کلا این هوش مصنوعی نیست که برای موارد آکادمیک بهتون پیشنهاد بدم. اونو بعداً بهتون معرفی میکنم. جمنای یه قسمت حرفه‌ای برای تصویرسازی داره که میتونید تصویر رو بکشین بهش بدین یا با توضیحاتی که بهش میدین اون رو براتون ترسیم میکنه. همون create image'i که الان دیدین. خب این یه AI هست، میتونید رایگان و بدون محدودیت ازش استفاده کنید. گفتم فقط لاگینش رو میتونید با دانشگاهتون انجام بدین. ولی خب الان این نسخه‌ای که من دارم استفاده میکنم بازم لاگین نکردم. الان برای یه تصویر مثلا من یه سری توضیحات مینویسم که ازش میخوام که برامون تصویر الان میبینین بچه ها یه سری ایرادا رو به من نشون میده. این همون اکستنشن گرامرلی بود که بهتون گفتم اضافه کنید. اینجوری توی همه چیزاتون میتونید در واقع اون پیشنهاداتی که برای بهتر شدن یا برای اینکه حالا غلطاتون درست بشه تو متنتون رو بهتون نشون میده. اینم تصویری که ساخت. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم ابزار مورد علاقه خودم هست که اسمش وردتون هست. فقط حتما به آیکونش دقت کنید که مطمئن شین ابزار درستی رو دارین استفاده میکنین. توی گوگل سرچ کردم. اینجا میتونین ساین این کنین ولی من چون میخوام همه مراحل رو بهتون نشون بدم Get Wordtune for Free رو زدم. بعدش از من میپرسه که برای چه هدفی داری استفاده میکنی. مرحله بعدی راجع به سطح زبانت ازت میپرسه. قسمت آخرم که من کلا اسکیپش میکنم. اینم من بهتون پیشنهاد میدم اکستنشنش رو بگیرین چون مخصوصا توی ایمیل نوشتن خیلی به دردتون میخوره. اینجا میتونید توی قسمت‌های مختلف امتحانش کنین. من برای اینکه ویدیو طولانی نشه میرم مستقیم واردش میشم. و روی اون گوگل داکس میزنم که کارکردش رو بهتون نشون بدم. اینجا هم قیمت ها و محدودیت هاش رو میبینین. نسخه رایگانش بچه فقط 10 تا جمله در روز رو میتونه براتون درست کنه. ولی آخر ویدیو میگم چجوری من از دانشگاه نسخه آلتیمیتش رو گرفتم با اینکه تو گزینه های اپلیکیشنش نبود. وقتی بازش میکنی یه سری کلمه اونجا بالا نوشته که ریرایت و کژوال و فرمال که در واقع با اینا میتونین لحن نوشته‌تون رو درست کنین. من برمیگردم به گرامرلی یه قسمت از متنش رو کپی میکنم. اینجا پیستش میکنم. یه ریرایت داره که لحن براش مهم نیست، یعنی هم کژوال داره هم فرمال داره، همه ساجستشنا رو بهت میده. فرمال لحن و رسمی میکنه، کژوال هم خیلی خودمونی و ساده تر میکنه، از کلمه های ساده تر استفاده میکنه. همونطور که میبینین مثل گرامرلی هم یه سری پیشنهادا داره که بهتون بده، ولی خب من به شخصه گرامرلی رو برای این کار خیلی بیشتر قبول دارم. مثلا انتخاب میکنین، یکی از گزینه‌های بالا رو انتخاب میکنین. من اینجا کژوال رو انتخاب کردم ولی کارکرد همشون مثل هم هست، تنها فرقشون لحن متن هست.
این ابزار میاد جمله به جمله بهتون پیشنهاد میده. اون کلمه‌ای که با رنگ بنفش نوشته شده چیزایی هست که تغییر داده. قسمت‌های مشکی تو خود جملتون هست، ولی خب ممکنه ترتیب قرار گرفتنشون توی متنتون متفاوت باشه. تو این مرحله باید نزدیکترین جمله از لحاظ مفهومی به جملتون رو انتخاب کنید. و خب هر چقدر که قسمت‌های بنفشش بیشتر باشه یعنی بیشتر تغییر داده کلمات رو. خب وقتی که جمله مورد نظرتون رو انتخاب کردین خودش میره سراغ جمله بعدی. الان میبینین یه سری از کلمه ها خط قرمز زیرش کشیده. این به خاطر همون اکستنشن گرامرلی هست که اضافه کردیم. اون پایین میبینید یه دونه در واقع آیکون گرامرلی هست که قرمز نشون داده و 2 روش نوشته. چون کشور من نیوزیلند هست مدل نوشتن کلمات هم بریتانیایی هست نه آمریکایی. خاطر همین املای درست و بر اساس کشور خودم به هم پیشنهاد میده. حالا باز من این متن رو برمیگردونم به گرامرلی و دوباره AI چک رو میزنم. میبینید که از 92% کردش 81%. حالا یه کارایی دیگه همین داره که اونم بهتون نشون میدم. یه سری مثلا مقاله‌ای هست که توی گوگل اسکولار وقتی میگیرین یه سری جمله هایی داره که دقیقاً به بهترین شکل اون حق مطلب رو ادا میکنه. حتی هر چقدر سعی میکنی که یه جمله یا حتی یه پاراگراف بنویسی که دقیقاً همونو به اون قشنگی بنویسه نمیتونی. الان من اومدم یه قسمت از این مقاله رو برداشتم که با این ابزار بیام پارافریزش کنم یا همون بازنویسیش کنم. بازم اینجا میتونین همون بالا کژوال فرمال انتخاب کنید. یه چیزی هم که هست اون فلش بنفش بعد از نقطه رو میبینین. وقتی که اونو بزنین خودش با AI میاد و ادامش میده. حالا اگه خوشتون نیومد میتونید بزنید another suggestion که یه متن دیگه بهتون پیشنهاد میده. اگه که خوشتون اومد خواسته نگهش دارینم اون کلمه مثلا دانو که بزنید در واقع اونو دیگه براتون نگه میداره. حالا میخوام چک کنم این متن رو با AI چک گرامرلی. حالا این متن رو کلا پاک میکنم که فقط دیگه همین متن باشه. میبینید که الان نوشته 100% از در واقع این متن AI پترن داره، یعنی اینو AI نوشته. ولی الان من میخوام برام اون قسمتی که دادم برام اضافه کرد خود در واقع بورتون اونو پاک میکنم. همون جمله‌ای که دقیقاً از مقاله برداشتم و با این پارافریزش کردم و میام میذارم توی گرامرلی ببینم نتیجه چی میشه. و میبینید نشون داد که تمام این متن رو در واقع آدم نوشته، هیومنه نه AI. ابزار بعدی در واقع یه هوش مصنوعی هست که از نظر من برای استفاده آکادمیک بهترین هست. کلاود. این هم مثل همه هوش مصنوعی دیگه نسخه رایگانش یه سری محدودیت داره، ولی با یه پرامپت میتونین چندین صفحه اطلاعات از این هوش مصنوعی بگیرید. مستقیما میتونه نتایج رو توی ورد براتون بذاره، رفرنس های معتبر بهتون میده و واقعا مثل یک آدم عاقل میتونید باش مشورت کنید و ازش راهنمایی بگیرید. خب بچه امیدوارم تا اینجای ویدیو خوب بوده باشه براتون. یه سری نکته هم میخوام اضافه کنم، ولی قبل از اون لطفاً اگه از این ویدیوها خوشتون میاد لایک کنید و کامنت برام بذارید
و برام بنویسید که بیشتر در چه زمینه‌ای دوست دارین هنوز اطلاعات بیشتری به دست بیارین. من سعی میکنم تا جایی که میتونم تجربیاتم رو در اختیارتون بذارم، چون که خودم حقیقتا حتی خیلی چیزا رو ماه پیش، یعنی الان دیگه تقریبا دکترای من داره تموم میشه و من خودم یه سری چیزا رو ماه پیش متوجهشون شدم. گفتم خب چه خوبه که آدما بیان از تجربه هاشون تو این موارد در واقع ویدیو بسازن، پست بسازن که بتونن به بقیه هم کمک کنن. هدف من از ساختن این ویدیو این بود. یه سری نکته ها هم بهتون بگم. یه دانشگاه ها، حالا مخصوصا فکر میکنم رشته های مهندسی، یه سری فاند ماهانه دانشگاه براشون در نظر میگیره که خرج مثلا آزمایشاشون بشه، خرج مواد اولیه بشه، یه سری تست ها که هزینه داره که میتونن در واقع از اون اکانت استفاده کنن، یعنی دسترسی مستقیم بهش نداری، فقط تو مثلا خرج میکنی، یه فاکتور میفرستی برای دانشگاه و بهت پس میده. این جدا از فاند دانشگاه هست که مستقیم هر ماه میاد توی جیب خود دانشجو. این اکانت ها، حالا مخصوصا من دانشگاه آکلند رو که خبر دارم، چیزی که هست خیلی استفاده ها میتونین ازش بکنین، مثل همین اپلیکیشن هایی که پولی هست، مثل ورتون. شما میتونید با استادتون بگید من چون انگلیسی زبان دومم هست این ابزار رو نیاز دارم که بتونم بهتر پایان نامم رو بنویسم، و خب میتونیم بخری، استاد تایید میکنه و میتونی هزینه‌شو از دانشگاه بگیری. یه کار دیگه ای هم که میشه انجام داد با اون، و اینو من تازه فهمیدم، این که میتونی توی یه کنفرانس اسم بنویسی و تمام هزینه‌هاش با این حساب پرداخت میشه. یعنی هزینه اقامتتون، هزینه هواپیماتون، هزینه ویزاتون، فکر میکنم هر هزینه شما در این راستا کرده باشین دانشگاه بهتون پرداخت میکنه. و خب این یه فرصتیه که خیلی میتونه طلایی باشه برای دانشجوهای دکترا که برن کشورهای دیگه هم ببینن. من خیلی دیر متوجه شدم و الان حقیقتا ترجیح همینه که دفاع کنم و تموم کنم تا اینکه بخوام از این فرصت استفاده کنم. ولی شاید به درد بقیه دوستانی که حالا میخوان تازه تو این راه قدم بذارن، گفتم ممکنه به دردشون بخوره. مرسی که تو این ویدیو با من بودین. لطفا نظراتتون رو با من به اشتراک بذارین. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. بای بای. لطفا نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید و همین دیگه. مرسی.